حزب اردوغان، حزب عدالت آمد همان به اصطلاح معیارهایی رو که اینها شعار میدادن و بهش عمل نمی‌کردن، معیارهای دموکراسی رو به اصطلاح در جامعه پیاده کرد. گفت با هر کس آزاد است، هر چیزی میخواد بگه، هر کاری میخواد بکنه. کسی میخواد بره مسجد، کسی میخواد بره کلیسا، آزادی دینی، آزادی اجتماعی و آزادی‌های شخصی در چارچوب قانون و الی آخری. از این فرصت مسلمان ها استفاده کردند، تونستن نفسی بکشن. مسئله حجاب، خیلی از مشکلات حل شد در جامعه. الان پلیس با حجاب هست، در ارتش زنها با حجاب میتونن برن، در ادارات حکومتی با حجاب میتونن کار بکنن، مدارس قرآن کریم هست، مدارس دینی هست، البته سلسله مدارس امام خطیب که در اون زبان عربی قرآن کریم و علوم دینی تدریس میشه رسما زیر پوشش وزارت آموزش و پرورش یا وزارت تعلیم و تربیت کار میکنه. و این اردوغان پادشاه ظالم کافر مرتد منافق صورت خودش از حد گذشته بود و بسیار مسلمان ها و شهرهای مسلمان ها را با بمب و آتش ها هلاک ساخته بود و زنان و کودکان و غریبان و مردمان بیچاره را قتل عام کرده بود در افغانستان و سومالی و عراق و سوریه. Ey NATO! Neredesin? Bu kadar mücadele veriyoruz. NATO! Türkiye NATO'nun ülkesi değil mi? Neredesin? Afganistan'da çağırdın, geldik. Somali'ye çağırdın, geldik. Balkanlara çağırdın, geldik. Şimdi de ben çağırıyorum. Hadi bakalım Suriye'ye gel. Niye gelmiyorsun? 911 kilometre sınırları olan Türkiye şu anda tehdit altında, niye gelmiyorsun? Neden? Sadece kuru kelamlar bizi doyurmuyor. Türkiye halihazırda NATO misyon ve harekatlarına en fazla katkı yapan ilk 5 ülkeden biridir. حزب عدالت آمد همین معیارهایی رو که اونا شعار میدادن در جامعه پیاده کرد. یک عده فکر میکنن که اردوغان به عنوان یک شخص اسلامگرا و حزب عدالت به عنوان یک حزب اسلامگرا به اصطلاح داهیه تشکیل حکومت اسلامی یا تطبیق شریعت رو در ترکیه دارند یا داشتن و بر اساس این بر آنها حکم میکنن. این رو نه اردوغان گفته و نه حزب عدالت گفته. این رو نه اردوغان گفته و نه حزب عدالت گفته. اونا همیشه گفتند ترکیه یک کشور آزاد، دموکراتیک و پیرو نظام سیکولاریسم است که دین در مسائل سیاسی و دولتی دخالت ندارد. Hem laik hem Müslüman olunmaz. Ya Müslüman olacaksın ya laik. İkisi bir arada olduğu zaman adeta ters mıknatıslanma yaparım. Mümkün değil ikisinin bir arada olması. Durum böyle olunca ben Müslümanım diyenin tekrar yanına gelip bir de aynı zamanda da laikim demesi mümkün değil. Cumhurbaşkanı sıfatıyla devletin varlığı ve bağımsızlığını, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü, milletin kayıtsız ve şartsız egemenliğini koruyacağıma, anayasaya, hukukun üstünlüğüne, demokrasiye, Atatürk ilke ve inkılaplarına ve laik cumhuriyet ilkesine bağlı kalacağım. و هیچ وقت نگفتن که ما حکومت اسلامی درست کردیم. پس
بیاین اردوغان و حزب عدالت رو محاکمه بکنید که حالا شما تطبیق شریعت نکردید، شما این نکردید، شما طاغوت هستید، شما فلان هستید، این از کج‌فهمی و جهالت و حماقت این انسان ها سرچشمه میگیره. نه اینها ادعای حکومت اسلامی کردن، بله اسلامگرا هستن، مسلمان هستن، اسلام رو دوست دارن، مقدسات اسلام رو عزت میکنن، مساجد رو آباد کردن، مساجد بنا کردن، قرآن کریم چاپ کردن، مدارس دینی رو آزادی بهشون دادن، به علما، به دعوتگران آزادی دادن. اما هیچ وقت نگفتن که ما یک نظام سیاسی اسلامی ساختیم. پس وقتی که یک احمقی بلند میشه میگه که این فلانی طاغوت است. ببینید طاغوت در صورتی است که یک حاکم که برخلاف ما انزل الله حکم بکنه، حاکم مطلق یک جامعه باشه و برخلاف ما انزل الله حکم بکنه. اولا که حزب عدالت و اردوغان حاکم مطلق ترکیه نیستن. در اینجا نظام پارلمانی است. ایده میان مثلا بعضی از علما، حتی دیدم از افغانستان، آمدن بر اساس اون مفکوره محدوده تنگ خودش در افغانستان بر ترکیه حکم میکنه که بالا ترکیه اینطوری است، اردوغان اینطوری است. این هم نشأت گرفته از جهل و حماقت و نادانی است. باز دیروز یک اعلان میکردم، یک مسلمان پیدا شده بود میخواست که این